این خواب مرا ناراحت می کند پدر. نمیدانم تعبیرش چیست. مژده است یا آگاهی؟ این مژده است پسرم، مژده. خداوند خیر و برکت را به نسل تو داده است. لیکن خواهش میکنم پسرم علی، این خواب را همچون سیری باید نگاه داشت. تعبیرش را نفهمیده به کسی نقل نکن پسرم، فهمیدی؟ سلام علیکم. و علیکم السلام. چی را پرسیدنی بودید اکای واحد؟ مرحمت گوش میکنم. وای همین طور یک خواب است. استاد، امانت را پهن کردن درست است مگر چنین میشود؟ نباشد امانت به دیوانه داده میشود. نه البته. تو یک دم صبر کن. با اکای واحدان مشکلی پیش آمده است. نباشد ما هم مشکلی داریم. امانت را گم کنی چی میشود؟ چی میشود؟ چی میشود؟ با وزن امانت نگاه کرده جزا میدهم. اگر امانت سیر باشد چی؟ تو چی ها میگوی قربان؟ نمیفهمم. چیش نفهمم؟ اگر سیر را فاش کنی جزایش چی میشود؟
شخصی که سیر را فوش میکند از خودش باوری دارد. با تو بدتر صحبت میکنید. مرحمت اکای واحد، خوبتون را نقل کنید. پسرم علی از یک چای پر از نور میخواهد آب گیرد، اما سایه های سیاه به او خلل میرساند. بعد نویرم عمر میآید و همه جا میدرخشد، همه جا پر نور میشود. آیا این مژده از خیر و برکت او نیست؟ یا الله، حیف شد، حیف. سیر اسیری توست. وقتی که گفتی تو اسیری سیر خواهی شد. تو خطای کلام کردی. چه کار کردم؟ چی میشود؟ سیر را فاش کردی عزیزم. وقتی که گفتی سیر نمی شود. اکنون نیست تا که همه جایها پر نور شود. حل کردی. حیف شد. وای وای وای، حیف شده، حیف شد. دیر کردمی. سرور نیست پسرکم. اکای عمرت می آید. دویده رفته به امک علی خبر رسون که کارش را مانده بیاید. خوب شد دست انگارش امک کمتر خبر دیم. اونها رو من خودم خبر میکنم. تو امک علی رو خبر کن. زودتر. محله 7 بهار، زمستانش زمستان و تابستانش تابستان، لیکن در همه فصل زمین بوی بهار میکرد. مردمش مثل فصل بهار صاف بودند و زندگی با امید مینگریستند. کیسه هایشان خالی باشد هم دلشان صاف بود. مردم برای پول شده تنها فکر خود را نمیکردند. یک محله کلان را یک عائله میخورند. البته این آسان نبود. آخر 5 پنجه یک خیل نیست. یک قسمش میخورند و من کار ندارم. پدرم گفتن یا قرض رو برگردان یا مال رو از دستش میگیرم.
ای گوش کن، تو هم به هر کسی که نظر میآید بی پول نده. قابیل خون برادرش حابیل را ریزاند. اولین خون که به زمین ریخت. از همان وقت تا به امروز چقدر خونی برادر میریزد معلوم نیست. یک قسم آدمان برای آبادی میزیهند و قسم دیگر برای نابود کردن. سروت امروز هم کامپیوتر بازی میکنم تا گرنگ نکنی. بین کارم خیلی زیاد. نه اکای کمون، اکنون با کامپیوتر خودم بازی میکنم. نه یعنی که پدرت میخرد. انیق میخرم چون که امروز روز تولدم. امید دارم که میخرم. انسان با آرزوهایش زنده می باشد. امید دارد که حیاتی بی آخر پیش برد. انسان چقدری که آرزو دارد همانقدر زندگی کردن می خواهد. از همه مهم در زندگی این امید و آرزوست. آرزوهای محلی هفت بهار برار می گرفت. شاید کمی دیرتر لیکن برار می گرفت. اوی برادر این کار شما کی تمام شود؟ در سنگ آفتاب کشته برو. موزیر آمد موزیر یک دقیقه صبر کنید. Bakıcı listo. Listo. Bakıcı. Nara listo. سرما سرما التجا میکنم نمور. سرما چشمانت رو خوشا سرما التجا میکنم نمور. سرما من به تو بودن نمیتوانم. سرما چشمانت رو خوشا سرما. سرما خیز من به تو بودن نمیتوانم. سرما خیز سرما نمیدونستی که چقدر من تو رو دوست میداشتم. سرما خیز سرما. عمر چی شد پسرم؟ خوابی بد دیدی؟ خوابی بد از این بدترش رو ندیده بودم. غیرون شدنی افتابوس با فایده توست. عمر چیزی که در دل داری بگو. در راننده گپ زنم که کارش رو درست کنه. اما شوخی رو یک طرف مونید. ترسم کلان شده ایستاده است. چرا پسرم؟ این کاری به خیر است. از چی میترسی؟ دیگر کس میشد پروا نداشتم اما لیکن این سرما. از کودکی یک جا کلان شدیم. در مکتب سر یک میز می نشستیم. همراه خوانده دکتر شدیم. اگر گوید که این گپ از کجا برآمد یک فکر کنید. اما آخر خویش و تباره ما به خانه آنها به خانه ما میآییم. برای یکدیگر چطور نگاه میکنیم؟ دلی سرما هم به تو مایل بریم بوبی. بسیار واهمه نکن. شد من بدل بیرون دارم میرم. از دستت همه کار میآید و اتوبوس رو تعمیر نکردی. این کار را به تو واگذاشتم تا که جای اول رو گیری. شوخی کردم خفه نشو. یگان صحبت مهم داشتید؟ نه دخترم. گذارید آمد همه سوار اتوبوس شوید حرکت بیایید اما جون رفتیم. بسیارتر شک بمانده. خسیسی میکنی کوفی امین. خدا نقص شده ها فکرت معقول؟ خیلی عجایب شد و دقیقا با فکرم کم میگذراندی. کلورم گهواره بخشم میآید. سرمه من میآید. راه گفتیم راه تمام شد. خواندن گفتیم سالها گذشت. اکنون برای خانه‌دار شویم دیگر بهانه‌ای نیست. وقت چرا اینقدر آهسته میگذردم؟ ساعتی من 45 دقیقه قفا. چی؟ کوری امین عقلت هم میزه چشمت قفا مانده است. خر خیلی دیر میماند. اما داغن عمر هم اکای عثمان چیکلی؟ برادر پیشت نگاه کن.
چه حال داری نانپس؟ ایستاد آقا آخرین ها را برای زه باشیدم نمیفهمی چی؟ نانپسی بیار اینجا بیا حاضر درون همین گلدان تو را جا میکنم شکر کن که وقتم خوش است نانپسی بیار التماس کمی خیستر سرم میآید فهمیدم سرور بیانگه آیشاد گوی که همین کار را تمام کردم حتما میآیم بیکار خرجا کنیزه خانه را السلام علیکم و علیکم السلام علی آکار مادست کو نقص کردید که آمدید شما اینجا مانید من باید روم پسرم میآید با خدا اگر در پایم ایستاده تمونم تو سهر میستم اما آبیله های پایم درد میکند پسرم عمر میآید سالهاست در خانه نبود باید پیشواز گیرم فکرت هم نیست همه کارها رو به من مونده میروید از دستم میومد برادر میکردم اما صبر کن فکرت رو یافتم میتونستم اکا سرما این گلها برای تو سرما جویو این چی؟ سرمای من زیباگی رو بید دیوانه شده است وای چی کار میکنم؟ این گلها برای تو خوش آمدی سرما خوش آمدی سرمای من خدایا چقدر زیبا شده است وای چی کار میکند دیوانه بس کن آقا تو دیوانه شدی بس کن آما جون وای دیوانه شده است یا خدایا من تو را دوست ندارم سرما خوش آمدی سرما تو میدونی چی کار کردی تو همه ما رو قریب میکشتی تو دیوانه شدی خوش آمده گفتنی بودم سرما این چه رفتار است فکر کردم که تو امروز بین ما پیوستگی است احتیاط کن با ماشین خیلی شوخی نمیکنند و فکرم خیلی ترسیدی رفیق دکتر چون که رنگت پریده است داغا پسرم تو چی کار کردی آخر همه رو تلخ کف کردی ببخشیدم من رابیه گفتم خشتبار را پیشواز گیرم اما میبینم که خشتباری هم نمانده است شما رو خیلی یاد کردم مادر جان تو چقدر بیدار شده ای خواهرت هم اینجاست سیده سیده من یک بار نگاه کن خیلی لاغر شده ای بچه جونکم شیرینکم چرا شما با پشبند مرا فربهتر کنید دیش دامنم رو فراموش کردم کشم عقلم رو تماما گم کردم پدر جون حمزه نگاه کن دخترمون دکتر شده آمده است چقدر زیبا شده است حالت خوب است انشالله توی سرما خدایا چقدر زیبا شده ای وقتی عروس شدن از آمده است دخترم شما رو انتظار شده قلین جمع کردن لازم بود تشکر یک به من نگاه اویشا دخترم را رها کن چه خیل کلین چه خیل قلین و دخترم دختر شده آمده است اینها را بینید حاضر به اتوبوس نشسته برمیگردم چون که دکترها را دیده مرا فراموش کردید اوی ببخشید پیروبیا خوش آمدید فرزند همین است نخوردیدی چشم کنده نمیتوانی دیگران رو نمیبینی صبر کن تو خشمگین نشو این کار تیز حل نمیشود دختر نمومده است
پدرم کجایم؟ عمر ناآمدن. پدرت رو نمیدونی؟ همه وقت خودش رو کارگری اصیل این اویله گرفته کار میکند. چه میگویی اویشا؟ شوهرهای ما کار نمیکنن، فقط شوهری تو کار میکنن. یا توبه. ای بیا رفتیم دخترم، رفتیم بابا جان. ببینید که نبیره های عزیزی من، نبیره های من. سلام خوش آمدید. سلام پدر جان. خوش آمدید دخترم جانم. های مردم بینگرین ببینید نبیره های من دکتر شده برگشتن. فخری من، دولت پیری من. های مردم ببینید این نبیره های من. خیلی نگوید ما شرم داریم. آفرین عمر جان آفرین. کمی آیسته برادر. زبان در دهان پاسبانی سر است. خدا در پناهش نگه دار. عمر سرکم پدر جان خوب بیزاری چشمان منو بابا قریب کنده میشد. همین طور نه پدر. پس بودگیستی دخترم اون رو گرفته خونه میرویم. همین قدر سال انتظار شدیم که در بیرون صحبت کنیم. رفتیم دخترم رفتیم. خیر خوش میبینیم. خوش دیدم من اپا چی اینقدر با اکای عمر بو حواس نگاه کردی؟ چی ایسوری محبت کرد؟ چی ها میگوی سیده؟ او باید دلش رو با تو کشوید. تو هم نوز نکن. مادرم به این هم کار رو مشکل میکند. برای من رو بهارو ندادن چی کارهایی که نکرد؟ اپا اگر پدرم روزی نشوند میگریزید شما باید خوشبخت شوید. آخه سیده بین ما هیچ چیز نیست. هیچ چیز نیست؟ یعنی با اکای عمر یگون دلگرمی نداری؟ نه ندارم فهمیدی؟ این طور باشد خیلی خوب چون که از خبری نوام ناراحت نمیشوی. در پایان محله‌مون دختری زیبایی هست حنیفه. او رو با اکای عمر عروس کردنیند. تو این رو از کجا فهمیدی؟ عمر روزی نشد همین طور. بابای موافق نیست. دیدی چقدر ناراحت شدی. دل تو هم برکای عمر کشول بوده است. شوخی کردم حتی رنگت پرید. تو حالا شوخی کردی؟ من هم همین طور ناراحت شدم. بله تو افای بابایم رو فراموش کردم که هم برده میدیم. یک اکای عمر رو هم خبر گیر. آخی چند ساعت باز هم دیگر رو ندیدیم. تو بسیار گپ میزده گیر شدی. اپا عمر پسرم خوراکت خنک شد بیا. مادر جان ینگای اویشا چونون در هیجانن که میترسم که عمر رو از خورسندی بوی کردن نکشند. از حالا در هیجان است. وقتی توی چی میشده باشد؟ چی ها میگوید اپای رو بیار؟ از شما نپرسیده مصلحت کردیم. به فکرم او با سرمه جفتی مناسب است. چی؟ درست اپا؟ در تقدیر باشد به نیتمون میرسیم اگر شما راضی باشید. فکری خوب کردی رابیه. من هم آنها رو با یکدیگر مناسب میبینم. تو چه فکر داری علی؟ این خیلی شدنش ممکن نیست مگر؟ خدا خواهد میشود. سرمه چی میگوید؟ او راضی است؟ سخنی آخر از اوست. تا حال با او گپ نزدم. به فکرم راضی می شود. آخر 8 سال باز از او چشم نکندم. خوب آموختم. خوش چرا خاموش شدید؟ از نمودش با لذت بریم. خوراکی دوست داشتد؟ پسرکم عمر جونم این روزها رو دیدن نصیب هر کس نمی شود. داماد بچه من خدا رو شکر که این روزها رو پیش از مردن نصیب من گردانیدن. اما شما چیکار کردید؟ گفتید؟
خبری خوش است پسرم، چرا نگوید؟ پسر من داماد می شود، خانه‌دار می شود. با من نگاه کن، 3 نبیره می خواهم، فهمیدگی؟ صبر کنید مادر جان، مگر خودتان نگفته بودید که با کودک تولد نشده لباس نمیپوشانند؟ چرا انتظاریم پدر؟ گهواره بخش دوتا وعده داده بودید. زیغ نشو پسرم، گفته خودمون می شود. اوف ایستا آخر اول گپمون روزن همه گفتگی برین رمزی جان. میخانه رو در زمین بالای تپه ما میسازیم، در بالا سازیم، تمامی محله در تگ پایمان میشود. مانید کارو بارو پدر، یک مراتب فکری مرا هم کنید. حاضر برای خواستگاری رفتن عین موده هاست. اینجا گپ در باره کاری تو میراد پسرم، بیا تو هم با این کار شریک شو. نگاه کن رمزی جان، کاری باغ و صحرا آخر ندارد. دهقان کار کرده، پولی کار کردش را آورده با دست خود به ما میسپارد، با دست خود به ما میسپارد، به ما میسپارد. پول را پول نمیگویم هیچ وقت. پول خودش آمدن میگیرد، پول بی دردی بیان. پدر خوب فهمیدم، به خواستگاری میروم، اما اول دلی بابایت را یافتن در کار. پسرم من میدونم چه دلی بابایم را یابم. خیلی از شما هم جدی شدید. همش رو من خودم حل میکنم، همش رو. خب نباشد من رفتم. این بچه یک بار هم گپا گوش نکرد. ما او را با کارمون شریک کردنی، اما فکری او بابایت حاضر از مسجد می آید. خیلی خوب شد که آمدی، چون که با تو صحبت کردن میخواستم. در چی بابت؟ گوش کن دخترم، هم عمر و هم تو خانده صاحب وظیفه شدی. اکنون وقتی خانه دار شویتان آمد. اگر خدا راضی باشد. تقدیر خودش آمد دخترم. مرا خوب گوش کن. عمر میخواهد با تو خانه دار شود. تو مرا درست فهمیدی. همه ما راضی. این گپ از کجا بر اومد اما جون؟ سرمه به من نگاه کن. 8 سال باز از تو چشم لکنده تو را آموختم. از یک نگاه همه را میفهمم. اگر نمیفهمیدم با تو گپ نمیزدم. با عمر به شوهر برآمدن میخواهی؟ سرمه میلش دیگر خیلی میگویم، اگر با عمر میلی نداشته باشی قبول نکن، بگو. اگر راضی باشی خاموش است. سکوت علامتی رضاست. باز میپرسم، میخواهی دخترم؟ فراموش نکن سرمه، سکوت علامتی رضاست. میدونستم دخترم. اینجا بیا دختری من. باوری داشتم چقدر مرا خوشبخت کردی. خدا بختتان را دهد. انشاءالله. پدرتون خاطرستان میکنم. امروز روز تولدم. دانشم رو حساب میکنم. با چی حساب میکنی؟ با کامپیوتر؟ فکرت بیا شین میروی. دوغن تو رم، امروز روز تولد پسرم است. ما یک جا ما آن روز تولد را رفتیم. آخر با پسرت وعده دادی. دوغن بیا من امروز. خدایا توبه، مثل زن گپ را بسیار نکن. یک کمی مرد شو. خوب لیکن دیر نمیکنیم مایلش. ها دیر نمیکنیم. اینقدر ناز نکن. پدر جان شب کمترم رو میارند؟ جوانی من بیارد.
نوشین را برای تویت آماده می‌سازم. تو را خانه‌دار کردن هم در نصیبم بوده است. پسرم، فراموش نکن که عائله پشت و پناهی توست. وقتی که فرزنددار شده او را بر روی دستت میگیری، تو بعد مرا میفهمی. شاید پدر سرما روزی میشده باشد. اوه دختر به جمع کردن جهاز شروع کرده است و پسری ما باشد میپرسد. چی؟ شما او رو پرسیدید؟ اما پرسیدم. جوابش رو گویم؟ قبول کرد. ای انا از داماد گفتنی مادرت خفه میشدی، انا اکنون داماد شدی. اپا به شما تشکر زیاد، خیلی زحمت کشید. با آیشه هم خبر رسانید که تو که یک جای خرسندی کنیم. من یک به نزد دخترم در رایم. شب خوش. شب خوش. جان بیبی جان بیبی جان جونتی من نبیره های من چقدر کلان شده ای. خوش آمدید مادر جان. خوش باش دخترم. علیا مادر جان اومدنتون را یعقوب گفته بود بخشش گرفتن نتوانستم. دخترم هیچ گپ نید، خودم آمدم. بیایید در راه صحبت میکنیم. رفتیم. من به هیچ کس اجازت نمیدیم که سرمه را به دیگر کسی دهد. وعده میدیم که سری او را به باد میدیم و او را به کسی نمیدیم. ای برادر تو را هیچ نفهمیدم. خدایا این چی درد است که تو داری؟ این درد 25 سال می شود که مرا میخورد. 25 سال می شود که من سرمه را انتظارم. گپ نیست برادر، سرمه از تو است. ای برادر سرمه گفته بیزار کردی. در اینجا مردم زندگی بکنن، مردم. کی به تو اجازت داد که نامی او را به زبان گیریم؟ من به هیچ کس اجازت نمیدیم که نامی او را به زبان گیرم. فهمیدی؟ فهمیدی؟ دفع شو از اینجا. سرمه را به کسی نمیدیم، نه به عمر نه به کسی دیگر. زنی من در این نیمه شبی با مادرش. شوهرت خوب است؟ زندگانیتون چخیل است دخترم؟ چی گویم؟ زندگی همین است. زندگی خیل نمی شود دخترم. در حیات از همه چیزی شیرین ترین با هم زیستن است. میفهمی؟ بیهوده گردی های شوهرت معنای خانداری رو ندارد. مگر همین طور نیست؟ اینها میدانی درباره چی گپ میزنند؟ درباره من انسان نباشم. دیدی مرا در پیش مادرش بد میکند. ما هم گفتن گیرد. تو چی از آنت میترسی؟ یه دو شپاتی زن بس میکنن. تمام. میزنم چنان میزنم که باز مرا بد میکند. علیا در کجای علیا؟ باز نوشیدی؟ اقلا همین روز نمی نوشیدی؟ کانی گپ زن. با مادرت چیا گفتی؟ من رو بد کردی. چخیل شکایت تو باز سر کردی. اما نگاه کن، من رئیس خانه نیستم. تو شوهرت را، پدری کودکانت را چخیل بد کرده میتوانی؟ بس است آخر. پدر باشی مثل پدر، شوهر باشی مثل شوهر رفت بود. مگر زندگی همین است. بس است آخر. کدامش را دیدن میخوایی ها؟ کدامش را؟ پدر را یا شوهر را؟ من به تو.
من رئیسی خانم، من خوجاین این خانم فهمم. کامپیوتر خریده؟ این تو مادرت رو بیران آوردی. تو نمیشم ایوان. تو رام. من با تو 100 بار نگفتم که سیری خانم. من چیکار کردم که من بزنه؟ چی گفتی؟ چی کردی؟ تو منو شرمنده کردی. لعنتی شرمنده کردی. میکشم. بیادم او خیز بر پیسر جوان به هم گپ زن. بر من چی؟ تو هم خواب کنی. تو منو بیزار کردی. بیزار منترسی کردم منو با تو. فکرش بس نزن. تو چی دیوانه شدی؟ کنی مرا بیزن. کنی مردیت رو به من هم نشون ده. علیه دخترم آروم شو. مادر جان خدایا این چی زندگی. اپا اکای اومد رو بسیار فکر نکن خوابت میپرد. باشه بس کن تو هم عاشقی. خیلی خوب.
عمر جان پسرم در روز اول به کور دیر میکنی زودتر. آمدم. صبح بخیر پدر. با تو هم پسرم. صبح بخیر. عمر امروز دیر نکنی. میدونی امشب نصیب باشد به خواستگاری سرما میروی. فکر میکنی دیر میکنم پدر؟ با من اجازت. آه من رفتم. چایت رو ننوشیدی پسرکم؟ این چی کتاب است؟ همین خیلی کتاب. خداحافظ پدر. در همین سن و سال افسانه میخونن مگر؟ ای بی عقل که من. بی عقل نه. وای عاشق است عاشق. خوش. با فکرم اینجا خوبتر است. گشادمانم زود چشمش میافتد. سهر بر وقت درباره میخانه گپ نزنید امک. دیروز صحبت کرده بودیم. درد سری خودم بسنده است. من درد تو را میدانم. سرما میخله پسرم کمی نقل کرد، ولی در مقایسه با عمر کار تو مشکل میشود. آنها این قدر سال یک جایه بودند. اگر تو به کار ما شریک شوی من خودم دردی تو را دوا میبخشم. جدی میگوید امک؟ چقدر دوا میبخشید؟ تو با ما شریک شو کافی است. من خودم حل میکنم. چقدر که میگویند هر کار به خودش استا دارد. خب نباشد من راضی. این خیلی باشد دستت را دهید. انا دستم. با شوخی سر در آخر شو دختر رو بزنی میگیرم. خاله جان. حالتون خوب است؟ خاله جان حالتون خوب است؟ خوب هستم. خیزید. شیرین خدا از شما راضی شد. خوب استی؟ یکون جایتون درد میکند؟ شکر پسر خوبم. سرم کمی چرخ زد. اکا جان در تگ پل میمونیم. در محله جوانان زیادند. اگر مزه می رو چشند دیگر آب نمی نوشند. بالای میز گذار. خواهد می خانه کنید، خواهد مرخانه. از من چی میپرسید؟ خیلی نگوید که گاوها رو روزانه به پاده روان میکنید. شام پر از شیر برمیگردند. لیکن برای چوپان پول میدید. میخانه ما باشد پادبانی به پول دارد، لیکن پاده سه آسکین دیهاتی مزهی که تو سما رو فهمد مثل گاوهای سه شیر خودش نزدیمون بیوید. ای دوگن سرما را گیرد زندگیشون راحت می شود. همینطور نی؟ سرما گفته؟ برای چی سرما باید با داغن خانه دار شود؟
شما چه میگوید اکا؟ وقتی که آنها کودک بودن سرمه را به داگن وعده داده بودید، با این آنها را گهواره بخش کردید. گهواره بخش؟ این گو چیز در وقت کودکیشان یک شوخی کردیم ده. این خیل شوخی ها هم میشد است اکا. چقدر سال میشود که داغن سرمه را انتظار اینقدر تیاری دیده است؟ مرد مگر از وعدهش میگردد؟ این خیل آدم را به خدا آدم نمیگویند. مرد از گپش نمیگردد و خیر وعده که داده باشه میبینیم. السلام علیکم. و علیکم السلام. گذشته شین؟ نه نمیشنم اکا، نمیشنم. اگر این شب وقتتان باشد برای یک مصلحت به خانه‌تان می آمدیم. مرحمت. نوری دیده تو جسر. این خیل باشد با اجازت شما. تا بگو. نانپس تا حال خفه هستی؟ به نزدیکی ها توی دارم. شیرینی های توی را تو میپذیر. گذر. اوه کی را میبینم؟ ینگه صدیقه دوزنده میآیند. تو شرم نمیداری؟ در اینجا راست ایستاده باز همه رو مسخره میکنی؟ نزنید آخر ایستید. این دست ها به نزدیکی کرته عروسی میدوزند. تو از کجا میدونی؟ من شنیدم. چیزی رو پنهان میکنی؟ با کجا شتاب داری ها؟ برای دختن لباس ینگه یایشه. فهمیدی؟ امشب سرمه رو خواستگاری میروند. تو با این چی میگویی دوغن؟ ایستید ینگه ایستید. شما راست میگویید؟ همش راست است. حیوانی بیار، حیوانی بیار. تو از جانت بیزار شده ای عمر. حالا روزی به اینجا برگشتنت را لعنت میخونی. لعنت! تو چی کار کرده ایستاده ای دیوانه؟ وقتی مردنت آمده است. من چی کار کردم؟ تو چی مردن میخواهی؟ از تکی پایی من دفت رو. تو بلایی. تو چی بلایی؟ تو چی بلایی؟ نیست شم از تکی پایی من دفت رو. نیست شم. تو بلایی. نیست شم. آقا ایستا، تو چی کار میکنی؟ آخر او رو میکشی. اما که قربان چی واقعه؟ او را رها کن. دیگر تکرار نمیکنم. سرمه را فراموش کن. فهمیدی؟ من او گهواره بخشیم. او را به تو نمیدهم. گهواره بخش چی سفسطه میخونید آقا؟ هر کس همسر حیاتش رو خودش انتخاب میکنه. تو این را میفهمی؟ من این را نمیفهمم. اگر سرمه را نکاح کنی تو را زنده نمیمانم. او از من بود، از این پس هم از من میماند. او را خواستگار نشد که به سرت بلا میاری. من و سرمه خانه دار شدنیم. خودت را بیهوده عذاب نده. از سری راه هم خودت را نیست میکنی. نباشد من علاجت را مییابم. اگر خواهی سلاحت را برآورده مرا پران داغان، اما دانسته باش که من از قرارم نمیگردم. این سلاح حالا خاموش است، اما اگر صدا برآورد میدانی چی میشود. من گپم را گفتم. اگر این شب سرمه را خواستگاری روی با همین سلاح تیر بارانت میکنم. فهمیدی؟
عمر خوب است یگان واقعا؟ هیچ گپ نه خوبه. اما که قربان چی؟ دست اما که قربان لط خورده است. بیایید امک جان دستتون رو بینم. بیایید. اویسته اویسته. درآیید امک قربان. همینجا شیرین. تشکر عزیزم. همه جا به ترتیب حاضر میخوام دارم. اما که قربان شما اینجا برای چی اومده بودید؟ من؟ چی بود؟ خدایا چی بود؟ در وقتی آمدنتون دکتر محمود چی گفته بود؟ دکتر محمود؟ آه. شما که محمود رو بگوید؟ او رو میشناسید؟ کفایه و چی گفت؟ پیش از آمدنتون چی گفت؟ ما سالهای دانشجویی با اون کس در یک جا میزیستیم. نه اینش هم نه. پیش از به اینجا آمدنتون چی گفت؟ چی گفت؟ و فکرم زبانی او گرفت. تو گپ زن دخترم. دکتر محمود چی گفت؟ آن کس گفتن که برای کار اینجا نماییم با جای دیگر رویم. خوش باز از گسالای خانگی بوقه نمیرویند میگویند انسان در وطن خودش بسیار عذاب میکشیده است. باز چی گفتن؟ باز گفتن که جایی که شما میروید اونجا دکتر هست. بیایید به جای های میرویم که محتاج به دکتر هستند. لیکن شما اینجا آمدید کو؟ بابایم بسیار خواهش کردم. پسرم دیدن فلاکت است. پایهایتان بسته می شود. از خدمت گریختن معنای گم کردن راه است. شما چی ها میگوید اما که قربان؟ جراحتی بسته‌تان را به هر دکتر نشان ندهید. دیگر شفا می یابد. ها دخترم. یگان کار از دستتان نامد امک. چی گپ شد بچم؟ یگان گپ شد؟ امشب سرمه را خواستگاری میروند. انا چی شد؟ تو نگفته بودی که من خودم حل میکنم؟ آرام باش بچم. من گپی گفتگم را اجرا میکنم. تو بسیار فکر نکن. بیامان امک بیامان. من خودم نقص میدانم چیکار کنم. علی اکا چقدر که با شما تشکر گویم میارزد. اگر کمک پولی شما نمی بود ما نه روی دفتر و کتاب رو میدیدیم و نه با دانشگاه داخل میشدیم. پول مهم نیست بچه ها. اگر عقل رسانه می داشتید پول یگان فایده نمی کرد. سرطان دورم علی اکا. درد را نبیند. تشکر. برکه یابید. علی شما سرمه رو خواستگاری میکنید؟ این رامانی دکه پولهای در خزینه بوده کجا شدند؟ پول؟ برای یک کار حسابی کردیم. اکا چخیل شما با چشمای من نگاه کرده دروغ میگویید. تو ما رو رنجاندی علی. چی دوزیدم نباشد؟ تو آمد تو را نمیزیبد. من از این گپهای دروغتان بیزار شدم. بس کنید از برای خدا. این چخیل گپ زدن آخره؟ این من کار میکنم. از خراجاتای من تا خبر نداری. چرا این خیل میگویید؟ تمام روز با کارگران من عرق جبین ریزنده کار میکنم. باز شر نکرده میگویید که کار میکنید. با شما گپ زدم بیفایده. آی آیشه اندازش رو کمی کشاتر گیرم. تنگ بری می نماید. تنگ؟ یا خدا می شود. تو اول کلچه قنطارانه این که خور انا بد جواب ده. گفتنی که بسیار میخورم صدیقه. بیامو شوخی میکنی ها صدیقه. بیامو من چای میارم. وای دخترکم کور و بوری خونه به تو من به او یاری میدهم.
دخترم چی شد؟ شکر خدا همه خوب. دخترم تو نمیگویی لیکن چشمانی من هم کور نیست. شوهرت زد. دیگر نمیتوانم مادر. فکرت رو نه پدریش مانده است نه شوهریش. وقتی که می نوشد تماما آدمی دیگر می شود. در کوچه زورش نمیرسد. قصدش رو از من میگیرد. زورش تنها به من میرسد. نمیدونم چیکار کنم مادر جان. برآمده روان نیست. خدا نگاه دارد دخترم. طاقت کن. یک خانه را آباد کردن ثواب، ویران کردنش گناه است. خواهی با شوهرت گپ میزند، با زبان شیرین میفهماند. نه مادر جان، از این بدتر میشود. تو سری خانه را به بیرون برآوردی گفتن میزند. خب چه خیلی که خودت میخواهی دخترم. نباشد تو هم کمی به طاقت باش. 2 فرزند داری. بگیری آنها را کن، یتیم نکن. ریزا جا بیا پسرم. پدر جان این برای ما. برای چی شما؟ برای باباش با تو چی شد؟ چرا گریه میکنید؟ چی واقع؟ چرا پدری من هم همیخیل نیست. چرا یگان بار به او خوشش نمیگیرد. در روز تولدم کامپیوتر وعده کرده بود لیکن برعکس نشیده آمد و مرا زد. زورم میرسید میزدم. برخیز جانم. سرور جان، انسان نباید یک نفر دیگر را خواه با سبب خواه بی سبب بزند. خوبه خود را نباید برای زدن کسی صرف کند. از همه چیزی پرقوت ترین این زبان است. زبان؟ یعنی چه؟ زبان یعنی آفریده خداوند است. اگر از تحت دل به خداوند دعا کنی تاییدات الهی به تو میرسد، ولی با زوری نمیشود. بابا جان من یگان دور نمیدونم. ثروت بیا زودتر خلطه ها رو برای فروختن بریم. شما این کاغذ خلطه ها رو میفروشید؟ ها بابا جان خودم پول کار کرده کامپیوترم رو میخرم. من یک فکر جالبی دارم بچه ها. کنی نزدیکتر بیایید، نزدیکتر. اگر پول کار کردن خواهید یک راه آسان تری هست. من به شما دعاها را میدهم. هر کسی اذیت کرد سری هر دعای 20 لیره مال شما. تقریبا 50 دعا به شما پول یک کامپیوتر می شود. راضی هستید؟ اگر راضی باشید برای اذیت کردن دعاها با خانه های خود. بابا جان اگه خدا جانی باباش، تو یگان بار در خانه نمیشینی ها سریفا. تو رو فقط از همسایه ها پرسیده میابم. تو با این کرتای من تیار شد. سلام حلیمه. امروز التماس جنجال نکن. اول لباسی آیشه رو دختنم لازم. اوی سبب سرشیمگی چیست؟ اگر خدا روزی باشد امشب به خانه شما برای یک کاری خیر نیاییم. من اکنون فهمیدی امروز روزی سرتش بیش. من چی گفتم که گریخته رفت؟ شد آیشه دیگر به یگان جایش نمیرسم. قریب بیامو نمیخواد شدن میگیره. من صاحبی پسر می شوم. از شکمم معلوم. از تو دختر می شود. خیر چیکار بکنی؟ زیق نشو. هر کس صاحبی پسر نمی شود. خداوند به یکی طلا می دهد و به دیگری نیست. حالا معلوم نیست. شاید خودت صاحب دختر شوی حلیمه. توبه توبه. تو چی به خدا سپارش دادی مگر؟ همش در دست خداست. خواه باور کنید خواه نه. پسرم رو که در آغوش گرفته گشتم بد می بینید. من صاحب پسر می شوم. پسر.
چی شد مادر جان؟ خوب هستید؟ خوب هستید گفته باز میپرسی؟ آخر بگوید چی شد مادر جان؟ از این بدتر میشود مگر؟ امشب تو رو برای عمر خواستگاری میآیند. دخترشونم گفته خودش رو شاهزاده حساب میکنم. چی من دخترم رو مانند گل پرورده برآورده به وی دهم؟ مادرش هم پاچش رو چنی کورپش درست کند. بسیار از حد نگذرانید. این بچه در استانبول دلت را یافت مگر؟ این خیلی نگوید مادر جان. دخترتون رو که خیال کردید؟ یعنی خواستگاری می آیند؟ کدامش رو پوشم؟ ماشاءالله عمر جان، چقدر زیبا شده ای. پدر انسان در حیاتش چند مراتبه به خواستگاری می رود. چی ها می بگید پدر؟ زودتر باشه دیر کردیم. رفتیم. گوش کنید حمزه، اویله علی امشب به خواستگاری آمدنی. رفته گوید که ما آماده نیستیم. چرا؟ آخر ما حالا خودمون مصلحت نکردیم. از دخترمون نپرسیدیم. دخترمون در همه جا سلیمه. روزها اینقدر بد شدن مهمان رو نباید گفته میشه. تو به فکرم در فهمیده ایستاده حمزه. آنها سرمه را خواستگاری می آیند. نخود. ها همین است. از بیفایده آمده خفه شده رفتن نه آیند بهتر نیمدر. مادرم باز سر کردند. پسرشان هم به شرم بوده است. آمدنش چند روز نشده درم خواستگار میفرستد. حمزه یگم بهانه کن که نآیند. نیزنک شاید برای خواستگاری نآیند. ترخشی برای چی می آیند؟ آمدن گیرن مهمان را از راهش خیل میگردانی. آفرین پدر، آفرین پدر. رفتیم زودتر. اپا جان این مراتبه پدرم مادرم را گوش نمی کنند. به توی روزی می شوند. خدایا چقدر زیبا شده ای. اپا جان باز اکای عمر رو دیده از هیجان قهوه رو نریزونی. اپا جان اکا. حالاییست عمر، حالاییست. گلهای آورده‌ات را سری قبرت میگذارم. دیواره شدی بچه. من نگفته بودم که این کار رو حل میکنم. چرا حل کردید امک؟ الکه خواستگاری آمدن. هیچ گم نیزوگم. تو گپای امکت را شوخی فهمیده ای جانم. این کار را با عهده من گذار. تمام. شامت بخیر دخترم حلیمه. مرحمت. درا دخترم. شام بخیر. خوش آمده. تشکر. مرحمت. گذارید گذارید. خوش آمدید ینگه آیشه. دخترم سرما لطفا برای ما یک قهوه درست کن. خوب شده.
سرما دختری بزرگ شده است. سن و سالش هم برای آیله دار شوی موافق است. گپتان درست پدر. برای همین داغان خواستگار سرما است. من فراموش کردم پدر. امروز با یادم رساندند. در وقتش ما آنها را گهواره بخش کرده بودیم. گهواره بخش؟ پسرم، گهواره بخش این یعنی چی؟ این مفهوم در دینمان هم نیست. بگذار آنها خودشون به یک قرار بیایند و خودشون تقدیرشون را حل کنند. ها، بله خطا است. من راضیم پدر. نباشد ما فکرش رو از داغن دیده بهترش را از کجا میادیم؟ جوان مردی خوب. من به یگان کسی خیلی وعده ندادم. من بسیار میخواستم، لیکن از اون شخصی که فعل و رفتارشون رو نمیدونیم داغن خوبتر نیست؟ ها آیشه؟ من رفته بینم؟ نه نشینید، من خودم میبینم. میلش خوب. شام بخیر. السلام علیکم. شام بخیر پدر. شام بخیر. مرحمت چینید؟ خوش هاشم. چی گپ داری؟ نماینده رو نابود نمی کنند. مرا رمزی روان کرد. شما را اینجا آمدنتان را فهمیده، نیتتان را درک کرده است. وای خیلی خشمگین بود، خشمگین. بعد یه عقی غمزه را خاطرشان کن گفت. من همین را رسانیدم. من با وی میبینیم گفته بودم. وای هم حق گفتن من شرط نیست. چیزی که رمزی گفت همان رو به شما رسانیدم. به وعدهتان وفا کرده مناسبتتان را سرد نکنید. میخیزیم بابا جون. این طور باشد میلش. بابت این موضوع صحبت میکنیم با اجازه شما. استغفرالله. پدر اجازه در دست شماست. آخر کاری خیلی نمیشود. فهما حمزه فهما. حالا وقت این گپ های تلخ نیست. شبتان خوش. رفتیم. سلامت باشید. خوش آمدید. خوش آمدید. تا بازدید. تا بازدید. در نزد پدرم عیب شد هاشم. من حالا با رمزی وعده ندادم. تو رو چرا روان کرد؟ اما که علی هم کجا شدند؟ قهوه های تار کردت نصیبی ما بده از سرمه. آفرین نمکی هاشیم. لنگ هم باشه گپ رو پزندی. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. مادر جان دخترم رو داشته ایسته؟ دخترم با من بازی میکرده باشد ها؟ این دختری من. انا این پدرش. وای دخترم رو بسیار میزند. این خیل باشد گوشی پدرش رو میکشیم. برای چی دخترت رو میزنی ها؟ آنا با تو. آنا با تو. خداوند تو پدر و مادرم رو مهربان گردان. برای این چقدر دعایی که باشد از یاد نکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. شما مادر من میشوید علیه؟ شما با پدرم اینجا شینید؟ من به مهمونی شما می آیم. میلش
بسم الله الرحمن الرحیم. حل کردم. همین هم گپ شد هاشیم. نگفتی که برمزی علکه وعده دادگی؟ نگفتم میمونم. چقدر عذاب کشیدم، چقدر تلاش کردم برای از دست رفتن این دختر. قریب بود از دست میرفت. این خیل نمیشود. کلینم رو با آسانی گرفتن نمیتوانند. این علی منو ترا نمیشناسد آخر. گفتم که اینها با هم گهواره بخشند، باید خاندار شوند. کلینم رو میگوید از تویش کشیده میگیرم برای پسرم. یک سطل آبی خنک در سرم ریخت. کی را از کجا کشیده میگرفته است؟ گاهی بیشتر آوازش بلند. علی آرام شد رمزی. ای برادر نه یک سنگ سیاه. معلوم که علی مرا فراموش کرده است. یک با یادش بیار. باز جیانم به عملکش باور نمیکرد. پدرت را هم سفربر کردیم. ای اسب سواره سرمز داغن. نوشت قهوه‌تان خنک شد، صحبت نکنیم. گوش کن. چرا در نزد پدرمون این گپ ها را زدی؟ چی گپ زدم؟ یگان گپ نگفتم کو؟ ما حالا به رمزی یگان وعده نداده ایم. در نزد برادرم علی عیب شد. من به شما گفته بودم که اونها برای خواستگاری می آیند. همین خیلی شدنش هم معلوم بود. از اول می گفتید که بفایده نآیند. چطور می گفتم که نآیند؟ چی شد؟ چرا اینقدر سر و سیما بر اومده رفتم؟ مادرم که از پیش پدرم خیستم میپرسم. مادرم چی کاری کرده ایستاده است؟ معلوم. نگاه کن چقدر تبش بولیده. خدایا چرا عاشقان باید از او باشن؟ آمد به سرم از آنچه می ترسیدم. حالا هیچ چیز حل نشده است. سرمه داغن رو نمیخواهد. معلوم این همش کار و یکه حمزه. خدا دهد و سرمه سرخم نکنه. پناه نگه دار خدا جون. در نکشو علی. چی گپ شد؟ باز نشدی؟ های نکن که به تو اجازه داد که به خواستگاری روید. سرمه با داغن خانه دار می شود. آنها گواره بخش شدگی. این عادت‌های بیهوده را یک طرف مانده مک. این در کدام کتاب نوشته شده است؟ کودکانمان برای ما امانت خداوند هستند. کی با کدام راه رفتنش را گهواره معلوم نمی‌کند. آنها اسیر نیستند. راه سرمه میرفتگی به سوی داغن. همه این محله میداند و یک تو نمیدانی. ما با حمزه مصلحت کردیم، کار تمام. سرمه با داغن خانه‌دار میشود. این را فهمیدگیر. از نیتم نمیگردم به سرمه خانه‌دار بشوم. به خرافات پرستیتان راه نمیدهم. شما هم فهمیده گیرید. پسرم تو درون درو نمیبینی امکت مست است. این را من صدقاً میگویم. داغن و هم شما اکا چی فکری میکنید کردن گیرید؟